سلام دوستان، خوش اومدین به یه ویدیو جذاب دیگه. اونم با ابوالفضل گیمر اسپیک. دوستان اومدین سراغ یه بازی خفن، اونم توی پی سی. قرار این بازی رو قبلا توی اندروید رفته بودیم، قرار امروز تو پی سی بود. دوستان این بازی خیلی چالشی و سخت و فشاری، یعنی خیلی سخته از بازیش. عجیبه. حتما برین که اون بازی اندرویدش هم ببینین، کیفیتش 100 برابر، این 100 برابر که پایین‌تره، خیلی پایین‌تره. این کیفیت 100 برابره اون. دوستان قرار ویدیو فناف هم بیاد، اینا تو پی سی قرارم حتما بریم نگاه کنید که جدید هم ویدیوش هم میاد. حتما لایک این ویدیو رو بکوبید و کانال ما رو سابسکرایب کنید، زنگوله کنارم بزنید که هر وقت ویدیو گذاشتم در اطلاع باشید. خب دوستان، اگر این دوستان مجازات داره این ویدیو مجازات داره، خوبی هم بر شما داره، بدی بر من داره، خیلی بدی بر من داره. اگه بیشتر از بلوم برف میزنی، ببخشید دکتر بهرام افتادم که ویدیو همونجا قطع میشه و شما با یه مجازات بگین، من ویدیوشو میگیرم براتون میذارم. هر مجازاتی میشه، کلا 4 تا مجازات قبول میکنید. زودتر چیز کامنت رو بذارین که مجازاتتون رو قبول بشه. 4 تا کامنت اول. بریم. خب دوستان اول بریم سمت واقعا نکنه دوستان، با ماوس کار میکنه، فقط با ماوس، با کیبورد کار نمیکنه. نه راست نیست. من یه بار بازی کردم قبلا، جالسی خیلی صدا کنم صدای من برسه. به یه بار من قبلا بازی کردم، خیلی سخت بود و خواستم کامپیوتر رو بزنم بتیم. او مای گاد، شدت سختی این بازی رو نگم. دوستان اگه نمیدونی این بازی رو از کجا دانلود کنی برای پی سی تون، لینکشو پایین همین توضیحات گرفتن، لینک همون دانلودش براتون گذاشتم، برید نصبش کنین و حالا خب نها کن. الان دستمون نباید بره اون سنگای سبز، اگه بره بفنه رفت. خب نها کنی، الان من صخر نوردیمو تا اینجا پیش رفتم که خوب پیش رفتم، خیلی سخت و الان هنوز اینجا آسونش، هنوز آسون است و سختاشو فکر کنید چقدر نزدیکش میرسه. الان بود بیافتم. وای الان من باید از اون درخت بریم بالا. کجا؟ نه من دارم با یه دستم کار میکنم. سخت، این سخت جا خود. نه مهربون باش. وای نه الان بود دستم رو ول کنم و برم توی سنگای سو. اینجاست که فکر نکنم رد کنم و دستم رو بذارم روی میله. فکر نکنم راهش از اینجا باشه، بخواه چند تا راه دیگه هم داره، گوله میزنه. دستم هم نمیرسه الان. چه بود؟ وای هلیکوپتر من حال ادامه دادن ندارم صادقان، یعنی به زور دارم ادامه میدم. یه بار دیگه بیفتم ویدیو تمام. دوستان اگه من بتونم همونجایی که الان دیدید افتادم از اونجا رد کنم، یعنی برندم کنم مجازان نمیدید. اگه من تا آخر همراه باش مجازات 4 تا اول هم بخوره، 4 تا کامنت های اول مجازاتشون قبول میشه، بقیه باید زود کامنت بس بذاری. هرچی باشه میرم میخرم و میارم که برایشون ویدیوشو
دوستان من فناف بازی کردم قبلا، خیلی ترس نکن نستا از اینجا نه وای 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 اون سفیدی نیم اگه سفیدی نیم چه لخته خدا همه ما را آدم وای نه دوستان اگر نیفتن اگه افتادن دوستان یه چیزی رفاقتی یک اجازه دارستون دمت فکر نکن اگر دوستان من میخوام ریکس کنم، میخوام از روی این همین چرخ و فلکه برم، اگه باختم اون راش فکر نکن علی میری اینجا یه بس دیگه خیلی خوب حالا دوستان مثلا این بالاش یه فکر کنم یه راهی بس بر نوک این چیزه شاید اینجا راهی باشه وای نه دستم اونجا دستم نمیرسه نه 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 وای نه آقا ریدیم تمام خب دوستان لایک فراموش نشه، کامنتاتون هم بذارین که تمام شد ایزی تری ایزی. خب حتما لایک رو بکوبین و کامنتاتون هم مجازاتون هم بگین و تمام و تا بدونه و تا با امیدی دیگر یعنی ویدیوی دیگر خدا نگهدارتون. بای بای.